ایدار انجام می‌دهد. یک پیشگویی نکنیم. یک لحظه دیگر توجه جدی خود را به رقابت همین جفتی آخرین زیرگروهی بی روانه سازیم و بعدا در باب رفیقی یا رقیبی پهلوان تاجیکستان حرف خواهیم زد. شادمان رضایف بسیار هم در دقیقه اول یک حرکت دیگر، یک بسیار هم جرأت و توان و کوششش رو میخواهد که زود نشان دهد. سرعت افزایی میکند و جوان محبوب تاجیکستانی بسیار هم هنرنمایی خوب خود و پهلوان 20 ساله تاجیک اینجا میخواهد هر چیز زودتر نشان دهد. رضایف در ادامه مبارزه باز هم وضعیت رو و ضرر رو نه اندک توقع بود در ادامه دادن نیرو سنجی یا فشار آوری سمتی که بسیار مناسب بود برای دریافت وزری یا شاید این لحظه دقیقا در سمت امتیاز وزری. بله همین طور هم اکنون داوران خالصانه عادلانه عارفانه به این سمت توجه کردن و وزری به پهلوان ما دادند. الحجری هر ترتیبی که خواهد همان طرز میکند. ورزشگری تاجیکستان در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی برنده مدال برنجی است. در چمپیونات آسیا برنده مقام دوم مدال نقره و بسیار هم وضعیت رو ببینید که میخواهد هر چه زودتر پرشیده تر فشار آورد رقیب را تسلیم کند. الحجری در ادامه مبارزه بسیار وضعیتش خیلی هم ناگوار است. با چنگال شادمان رضایف افتید و حالش خیلی وزنی شد. یکونیم دقیقه وقت اساسی از نیروسنجی پهلوانان خاتمه یافت. امکانیت پهلوان ما خوبتر می شود اگر این غلبه را به دست آورد. یک بار دیگر هم پرتافت انجام داد، پشتناکی کامیاب نشد. جوان 20 ساله تاجیکستانی تحت رهبری سلیم احمدوف در کاخ ورزشی وستن سفید پوشی در میدان بوده هنرنمایی میکند و اصلا زاده شهر کولاب است و مکتب ورزشی کولاب شهر را ختم کرده است و بعدا رهبری او را مربیان صاحب تجربه دوشنبه شهر به ذمه گرفتند. یک زمانی هم در کاخ ورزشی کانیگور مشق ورزی میکرد. مجموعی عملهای بیشترش و کارشناسان از این جوان 20 ساله قامت بلند سفید پوش امیدهای زیاد دارند. خیلی جوان است، یک سبک و اسلوب خاصی خود را دارد در هر یک هنرنمایی و هر یک میدان. بسیار هم هر طرز و ترتیبی که به دل موافق است فرصت مناسب را این لحظه شادمان منظور میکنند. اما همان یک نتیجه اولی که وزری بود باقی مانده است و بهترش معتدل گوشتین گیرد چون که در دور بعدی او را باز پهلوان قزاقستانی انتظار است. فکر میکنم که مربی شادمان رضایف مربی منتخب جدای کشور رقابت پیشینه را هم دقت دادند، اعتبار دادند که چگونه صورت گرفت میان اسپاسیتا و ژوبا نظر چی دو هست. این رو هم داور تصدیق میکند. بله قوه غنی لازم است فکر میکنم برای شادمان رضایف در دورهای بعدی. اینجا همان نظارت رو با اصطلاح کنترل نظارت رو هم رعایت کند، رفتی سبقت رو کاملا اداره کند بهتر میشود. اما رضایف با این قناعتمند است. رضایف کاری رو میخواهد کند که انا همین ترتیب است. بله
نزدیک آمدن محلوک داخله را بسیار هم در سمت و باز هم با پا از داخل حلو کردن همون فاصله و صورت افزایی مشخص این اصول دوست داشته شادمان رضایف است. الحجری محمد پهلوان کبودپوش عربستان سعودی که 19 سال داشت در این مبارزه انا کارو حالو احواله چی حالت به عمل آمد به سر رفتیدن شادمان رضایف این وضعیت رو آنچنان متشنج کرد که کسی انتظار نبود. اگر گویم که سخنان ما معنی دیگر داشتند شما هم بدون شبهه تصدیق کنید. اندک پیشتر گفتیم که رضایف باید با همان تنظیم و حالت مشخص وقت را سپری کند کافی است. تأسف